سلام رفقا. امروز همون مسئله پالیندروم رو داریم ولی توی سی پلاس پلاس. من گفتم حالا توی سی پلاس پلاس هم حلش کنیم که یه تکراری روش بشه، همین که حالا سی پلاس پلاس سینتکسش ساده تر هم هست. مسئله چطوری بود؟ اینطوری بود که یه استرینگی به ما میدن، بعد اگر این استرینگ از سمت چپ خونده بشه و همچنین اگه از سمت راست خونده بشه باید یه جور در بیاد، یعنی مثلا A B C C B A از سمت چپ بخونیم و اگه از سمت راست هم بخونیمش همینطوره A B C C B A، یعنی یه جور خونده میشه. ولی خب حالا اون استرینگی که این مدلی خونده نشه، یعنی از سمت چپ و راست درست خونده نشه، پالندروم نیست. بریم روی کدش. روی کدش هم خیلی ساده است. از یه فور لوپ استفاده میکنیم روی استرینگی که به ما میدن. میگیم که لنث اون استرینگ رو میگیریم، میگیم آیا تا زمانی که کوچکتر از text.length باشه شما بیا اضافه کن و برو جلو. یه جورایی یه پوینتر دیگه در نظر میگیریم، یعنی میگیم که if text.i، یعنی اون خونه ای که الان i توشه نامساوی بود با text. اون خونه ای که پوینتر دوم ما که میشه از سمت راست اگه حساب کنین، یعنی ما یه پوینتر داریم از اینجا داره میره که این i است، یه پوینتر هم میخوایم بذاریم که از این خونه آخری با هم دیگه مقایسه کنه، یعنی A رو با A مقایسه کنه، B رو با B مقایسه کنه، C رو با C مقایسه کنه. این دوتا پوینتر نیاز داریم که اون پوینتر میشه text.length، یعنی لنث کلی این استرینگ منهای I، منهای خونه اول یا خونه که الان I تیشه، و منهای یک، یعنی اگر لنث کلی ما الان 6 تا باشه ما خواهیم از 5 شروع بشه در واقع، یعنی این لنث کلی رو میده، ما خواهیم از ایندکس 5 شروع بشه، 1 0 1 2 3 4 5. اوکی. اگه اینطوری بود، یعنی اگه نامساوی بودن ریتن فالس رو بده، ولی اگر که مشکلی پیش نیامد و مساوی بودن ریتن ترو رو بده. به همین سادگی. یه بار هم رانش بکنیم. بله، میگه این متنه که من گذاشتم پالندرومه. حالا متن نات پالندروم رو بذاریم که این الان باید به اون بگه که پالندروم نیست. اوکی. خیلی مخلص. اگه دوست داشتین ویدیو رو شیر کنین و بقیه هم داشته باشن استفاده کنن.